سلام بچه‌ها. سلام. امیدوارم روز خوبی داشته باشیم. خیلی وقتی که ویدیو نذاشتیم. واقعیتش این که چون اول از همه از نظر روحی ریخته بودیم به هم، بعد انرژی کافی نداشتیم. حالا شرایطو دیگه خودتون میدونید دیگه، بازش نمی‌کنیم تو کشور چه اتفاقی افتاده. اومدیم که پرقدرت بریم ویدیوی بوم تا جایی که انرژی داشته باشیم بسازیم. قراره امروز چیکار بکنیم؟ امروز علی دوباره بعد مدت ما رو کشوند دوباره یه جای دور، خب که بریم از گالریا دیدن کنیم و ببینیم چجوریه. آره قراره با محمد تا گالری مختلف رو بریم، بعد نظرمون رو شیر بکنیم، بیشترین امتیاز رو به اون گالری بدیم که ازش خوشش اومده. لیتس گو، بزن بریم. خب اولین گالری که داریم میریم که اون نمایشگاه رو ببینیم گالری او هستش. این گالری هستش. خب با بیا همراهش بریم. سوزن نیکه اگه اشتباه نکنم. من خیلی وقت نمایشگاه نیومدم. چیزایی جالبیه. بیلکسی که چیه؟ کلاً تمام چیزایی که فکر کنم با دستات آره دستات و میخونم چیز کردن درست کردن. خیلی کار قشنگی. یکی این هستش بیم بردن این هم هستش. جدی؟ می‌دونستی که دقیقاً این دستگاه تمام تابلوهایی که اینجا هستش تقریباً با این طرح ساخته دستگاه ساخته میشه. ترکیب عجیب غریبی بود. حالا همچین چیزی ندیدم. آره دقیقاً پیکسلیه. پیکسلی انگلیسی اکثر تو انرژی بود. پیکسلی نیست. بریم بعدش بریم. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. بهتون تبریک میگم. آثار بسیار زیبایی دارین آقای محرومی. با هم دیگه تازه آشنا شدیم. ممنون از اینکه دارین با هم دیگه مصاحبه میکنیم. واقعا کار خیلی خاصیه. این دو تا حالا من نمیدونم دیتیل اینا با چه چیزی هستش.
و واقعیتش یه ذره حالت سردرگمی اصلا چون من خودم رشته‌ام عکاسی اینا هستش اینا باز متوجه نشدم. اصلا گفتم حالا خدمتتون مزاحم بشیم که این آثار زیبا رو یه ذره هم مردم بیشتر آشنا بشن و لذت ببرن که حالا بیان هنر شما رو ببینن. خواهش می‌کنم. این کار با توجه به اون استیتمنتی که من نوشتم در واقع پاسخی است به بلبلی که در سحرگاه آتشبس، یعنی در سحرگاهی که آتشبس جنگ 12 روزه بوده، بعد از اینکه شیشه پنجره اتاق خوابم ترکید از موج انفجار، صدای بلبل خیلی شفاف، بلبلی که همیشه ساعت 4:30 صبح روی درخت پشت پنجره‌ام بود نشسته بود و غمناک میخوند. این کار رو من در پاسخ اون صدای بلبل انجام دادم. در واقع منو یاد مرغ سحر ملک الشعرای بهار انداخت. اونجا مرغ سحر یا اون بلبل در واقع در داخل قفسه و شاعر داره به اون میگه که زاه شرربار زین قفس را برشکن و زیر و زبر کن. من فکر کردم که خب من چطور میتونم تو این شرایطی قرار گرفتم که شیشه ها خورد بالای سر من هستش، من چی کار میتونم بکنم، چی بگم در پاسخ اون مرغی که انگار داره به من میگه برشکن و زیر و زبر کن. فکر کردم که همین ساختار جنگ و ساختار این شیشه ها رو بیام سحر رو با هم ترکیب بکنیم. آره، بیام روی در واقع با این متریال زیلو، در واقع زیلو هم خودش یه زیر و زبری داره. البته اینا زیلوهایی هست که توی مساجد هستش، کف زیر پای نمازگزارا هست. اینا رو اینجوری چیز کردم که این مثل تیرم هست دیگه، انگار مثل تیریه که حرکت میکنه یا مثل همون شیشه‌های شکسته است. یه زیر و زبر کردنی رو من اینجوری تجسم کردم با اینا. خیلی عالی واقعا که توضیح که دادن، خیلی عالی. این زیلوهای مساجد واحد شمارشش فرده مثل آدم و اینا رو دفن میکنن، این چیز مقدسیه. حالا من اینا رو به شکل تیر در آوردم یا برش زدم ازش، اینا خیلی مقدسه و دفن میکنن. و زیلوهایی هست که در واقع چیز شده، وقف مساجد شده و از مسجد هم حتی خارج نباید باشه. زیرش هم نوشته میشه که از مسجد خارج نشود مگر برای تطهیر، چون وقف شده برای زیر پای نمازگزارا باشه. تا اینجای ویدیو خوب بوده، بد بوده، نمایشگاه رفتیم، 2 تا نمایشگاه رفتیم دیگه. نمایشگاه اولی و قشنگ بود والله. خب نمایشگاه دوم والله راستیتش نفهمیدم والله، شاید چون هنری زیاد نیست. مغزت یه ذره گوزی داره. نه یعنی آقا در مورد جنگ داشت صحبت، مثلا من خودم پشمام ریخته بود که داره چی میگه، اصلا این کارا چیه، این چرا اینجوری کج و موج. بعد توضیح که داد من فهمیدم بابا این داستانش جنگ 12 روزه و اینا داستانا بوده. من باید بپرسیم دیگه، چون خودم واقعا اولش نفهمیدم. من فکر کردم از اون چیزاست که مثلا یه کشو برداری همش به هم میریزه است. اصلا منم گفتم خب چیه، منظورش چیه؟ بعد که ما توضیح داد خیلی پیچیده بود، یعنی مخاطب واقعا تو نگاه اول نمیفهمید که داستان چیه. حالا اینجا هم خانه سپنده، آره گالری سپنده، بریم ببینیم چه جوریه، به قول معروف به چه صورت هستش. با ما همراه باشید، بریم سمت گالری سپند.
داره بریم یه گالری دیگه آخری؟ دیگه بریم گالری بعدی هم ببینیم. خب گالری آخری که رفتیم خیلی خوشگل بود. جدی؟ آره. خوشت اومد؟ والا از تزیین میا بازم دکوراسیونش بریم خیلی ویدیوهای قشنگ. دیگه بریم گالری گردی؟ یا نه؟ ببینیم نظر مردم چیه. آره اینم خوبه. خب بریم گالری لاجوردی. گالری لاجوردی. اینم بیرونش. بذار از این ور یه دقیقه نشون بدم. علی خب اینم از گالری آخر. خب نظرت چی بود؟ چند تا گالری رفتیم؟ از این چهارمی بود فکر میکنم. درسته گالری لاجوردی. لاجوردی آره. خب گالریش خیلی بزرگ بود. این نسبت به گالریایی که رفته بودیم یا هم بزرگتر بود آره. هم بیشتر تمرکزش رو هنر و اینجور چیزا بود. خودت هم دیدی قشنگ بخش بندی هم اون کرده تابلوهای بودن. نقاشی من بیشتر خوشم اومد. اون تابلو قرمزه آره اونم خیلی قشنگ ارتباط بود. برقرار آره. کردم باهاش. بعد دیگه جاهای دیگه که رفتیم و گالری سپند بود اگه اشتباه گالری نکنم. خانه سپند. خانه سپند فقط من بیشتر با اون عکسای من باله حال کردم. من با دکوراسیون و عکسایی که با سبک آسمون و شب بود اونا رو خیلی قشنگ بود. اونا که دیگه هم دکوراسیونشون قشنگ بود هم اون نقاشی‌های عکسایی که سبک آسمون بود ستاره. در کل به نظر من اگه بخوام امتیاز بدیم از گالری اول از 10 امتیاز من بهش 4 میدم. گالری اول که رفتیم خطش اینو با دستگاه چیز میکرد. آره من بهش 4 میدم. بذار تا آخر بگم. گالری دوم اون بنده خدا که در مورد جنگ بود یه سری با چیز وسیله زبر آره درست کرده بود. اونو هم باشم حال نکردم، حس برقرار نکردم. با اینکه بازم خوب بود به اونم 4 میدم. به خانه سپند چون عکس بود کار خودم حالا عکاسی ایناست به اون از 10 7 میدم. به لاجوردی بیشتر چون واقعیت باید ارتباط برقرار کنید دیگه. درست. به این 10 میدم. خیلی خوبه. تو چی؟ من والا اولیه که رفتیم گالریش من چون داشتم کامپیوتره خیلی چیز جالبی بود واسم. خب با دستگاه داشتن چیز میکردن نقاشی میکردن من اون 7 میدم. گالری دوم که رفتیم زیر و زبر چیز جالبی بود. فقط چیز کمی واسه ارائه داشت چون تازه آورده بودم ولی بد نبود. بهش امتیاز 6 میدم. خانه سپند رو بهش 8 میدم. اونو خیلی باش ارتباط برقرار کردم. گالری آخرم که رفتیم من لاجوردی اونم بهش 8 میدم. جفتش 8 چون من خود میدونی زیاد هنری نیستم ولی خب تو هنریمونی خیلی خوب با اونم قشنگ بود. نقاشیایی که دیدم مخصوصا اون اتاق لایت روم اونم خیلی قشنگ بود. باش حال کردم. نور و اینا توش بود. آره واسه همین بهش 8 میدم. خب تا اینجا ویدیو امیدوارم که از تقریبا ویدیو ما خوشتون اومده باشه و حالا شما هم تو کامنت ها بگین با کدوم گالری بیشتر ارتباط برقرار کردین و ممنون که ما رو دنبال میکنین و تا ویدیو بعدی خداحافظ. خداحافظ.